شوربختانه، متاسفانه و بدبختانه ما بالاخره پس از هشدارهای فراوان کارشناسان محیط زیست در واقع در 6 ماه گذشته و مشخصا در 4 ماه نیم 5 ماه گذشته که ما هم در سربداران وطن با ملت ایران در میون گذاشتیم طبق آمار، اعداد، ارقام و هر آن چیزی که حداقل قطره چکانی از حاکمیت برمی اومد، داستان مخوف نقطه صفر بحران، ابرچالش بحران یا هر چی اسمشو بذاریم تهران در عمل فرا رسیده و آیا از دست کسی یا حاکمیت در واقع مردم ملت کاری ساخته است؟ آیا امکان دارد که بشود عقربه های ساعت رو به عقب برگردان؟ نقطه صفر در واقع فلاکت آبی جایی است که دیگر آبی نیست برای 8.5 میلیون نفر در تهران و در واقع خود پایتخت و 12 میلیون در استان مرکزی. بعضن تهرانی رو که پرتراکم ترین جمعیت جهان رو داراست. یک زمانی این آمار مربوط میشد به قضیه قبل از 7 اکتبر که قسمت هایی از در واقع هر یک کیلومتر مربع در واقع بیش از 100,000 نفر جمعیت، ولی چنین آماری الان بهارستان و مناطقی در تهران متراکم ترین جمعیت جهان رو داره و سفره‌های زیرزمینی خالی، سدها خالی و صحبت از 1 هفته 2 هفته 3 هفته. آیا جبران خواهد شد؟ آیا به اصطلاح دوره پرآبی یا بارندگی پاییزه قرار است که اول سدها و بعد سفره‌های زیرزمینی رو پر کنه؟ اصلا ابدا چنین امیدواری وجود نداره. جایگزینی و در واقع دوباره آن منبع آب زیرزمینی سفره‌های تهران که خالی شده است در واقع چیزی در حدود 20 تا 30 سال طول خواهد کشید، به شرطی که 940 میلیمتر در سال ما حداقل بارش و بارندگی داشته باشیم و دوباره دستبرد نزنیم به ذخیره منابع آبی زیرزمینی. 20 تا 30 سال یعنی فرض محال. به این خاطر فروپاشی حتمی است. آن چیزی که خود مسعود پزشکیان هم گفته فرض محال است ادامه حیات تهران و تهران به عنوان پایتخت. و ما عدد ارقامی رو میبینیم که رسمی شده در واقع تمام آن مؤسسات بنگاه املاک و در واقع ثبت اتاق اصناف و ثبت رسمی دفترخانه‌ای معاملات میبینیم که قفل است. حدود 100,000 خونه بنا به آن چیزی که مسئولین امر و اتحادیه بنگاهداران و املاکداران در واقع رسمی اعلام کردن، 100,000 خونه برای فروش هست و بعضا در مناطق 2 و 3 ما افت 30% داشتیم. در منطقه 2 هر متر مربع 200 میلیون تومان هم آماری بوده که قبل از جنگ 12 روزه و قبل از بحران آب و بعضا بحران برق و بحران فروپاشی و متلاشی شدن شیرازه جامعه در تهران که به 140 تا 160 هزار تومان رسیده. یعنی افت 30% رو ما در مناطقی از تهران داریم، همانطوری که هموطنان ما و پایتخت نشینان هم شاهدن. آگهی فروش فوری، ضروری، اضطراری هم داده میشه تا هادر. من البته نمک رو ندیدم مثل ایام قدیم و در قرون گذشته و اعصار که نمک هم پایه پول بوده. تهاتر و فروش معاوضه با ملک‌های کوچک در تهران، در شمال ایران. من چندین آگهی دیدم در روزنامه‌های تهران که با املاک خارج از کشور، ترکیه و دبی، املاکی به حساب گذاشته شده که با خودرو، طلا و هر آن چیزی که قیمتی است و می شود معاوضه کرد، 10,000 خونه در حال انتظار برای به حساب فروش هستن ولی خریداری نیست. تهران بایستی چیزی در حدود 5 تا 6 میلیون نفر رو، من اینو حدود 4 ماه 5 ماه پیشم گفتم، بایستی کوچانده شون، کوچ اجباری، باید خانه و آشیانه خودشونو در واقع ترک بکنن. این
در بهترین حالت ممکن و در واقع مثبت‌ترین حالت ممکن است که این بحران فقط و فقط بحران آب است و در واقع بحران برق، یعنی بحران بی‌آبی 12 ساعت ما در نظر بگیریم و بحران برق و 6 ساعت در نظر بگیریم که مثلا در پایان هفته آینده ما 3 منبع ادامه حیات تولید برق داخل استانی هم از دست میدیم و از جمله تولید برق از سد کرج هم از دست رفت. همه این خسارت ها، همه آن چیزی رو که اگر ما از نقطه صفر بخوایم ببینیم آیا قابل جبرانه، 34% رو گردن میگیرن مسئولین ایران افکن و در واقع مسئولین استانداری تهران، مشخصا معاونت فنی و بهسازی، نوسازی و معاونت فنی سازها در استانداری تهران و شهرداری تهران که 34% پلته، ولی پلت آب، ولی آن چیزی که تمام آن تأسیسات انشعاب آب در شبکه عظیم ابرشهر و کلانشهر تهران هست حکایت از این دارد که 70% این آب به دست مصرف کننده نمیرسه. همه ایران بین 5 تا 6% موجودی آب و مصرف آب برای 86 میلیون نفر، مشخصا 5 تا 6% از این آب نیازمندی آب شرب هموطنان ماست، ولی شوربختانه آن چیزی رو که ابرشهر تهران بدون داشتن پایه‌های امکانات در واقع استاندارد ضرورت نوسازی و بهسازی باشد و ضرورت زیرساخت ابعاد عظیم تهران، 3 دهه 4 دهه ایران افکنان، ژاژخواهان، خردخردان بدون پروژه های حال آینده، بدون پروژه های کوتاه مدت و دراز مدت فقط و فقط پول گرفت شهرداری از زمان احمدی نژاد، از زمان من باقر قالیباف و زاکانی و تمام این سرداران سپاه و معاونین سرداران سپاه پول گرفتن و مجوز دادن و ابر برج ها ساخته شد که به عنوان نماد مدرنیته البته شاید یا ابرسازه ها و خلافی و پول خلافی رو هزینه کردن، در صورتی که ضرورت لازم بر اینی که حدود 40 تا 45% مصرف آب که مصرف آب شرب استان تهرانه که حدود به عبارتی 9 برابر مصرف استاندارد آب بقیه 30 استان ایرانه، به خاطر تراکمش و به خاطر که 1/5 از جمعیت ایران در یک منطقه متمرکز دارن زندگی میکنن، کیلومتر مربع برای جاهای دیگر مناطق شهری ایران 49 نفره، ولی آن چیزی که کیلومتر مربع است 1000 نفره در تهران و با 20 برابر افزایش نفوس و جمعیت در متر مربع ما در تهران با ابرچالش‌هایی مواجهیم که حدود 15 تا 20 کشور جهان جابجایی انجام دادن. من شاید 10-15 گفتار راجع به جابجایی پایتخت‌ها از اندونزی، حتی آخرین مورد در واقع مصر که قاهره رو در یک بخش اعظمی از قاهره مشخصا معروف است به قاهره جهنم و قاهره بهشت، آن قسمت قاهره جهنم یعنی فقیر نشین با وضعیت بسیار بسیار بغرنج قرون وسطایی زندگی میکنن و 5 پلی رو که در نیل دو طرف رو تقسیم میکنه، اگر تاکسی بگیریم، اگر به حساب اتوبوس مینیبوس سوار شیم یا خط واحد شهری، آنجا خیلی راحت گفته میشه کدوم قسم بخواین سفر کنیم داخل یک شهر، جهنم یا بهشت، دیگر نمیگن اسم جغرافیاییش رو نمیگن یا منطقه نام محله رو نمیگن. آنجا هم چنین در واقع نقطه نظری پیش رفت که اطراف فرودگاه قاهره 300,000 نفر یه شهرکی رو موقتا بسازن. این موزل اندونزی در حال حل کردن با بانک توسعه جهانی حدود 30 میلیارد دلار هزینه داره برای جابجایی 3 میلیون نفر از یک پایتخت در طول 20 تا 30 جابجایی پایتختی که در طول 50 سال و 70 سال گذشته بوده. آمار ارقام رو میتونیم به رسانه‌های اجتماعی سربداران وطن مراجعه کنید، اونجا عدد ارقام رو من از 5 کشور در آمریکای جنوبی و در آسیا عدد ارقام دقیق و کسانی که حوصله دارن گفتم که برای 3 میلیون نفر
بنا به آن چیزی که بانک توسعه جهانی و WTO بانک به حساب مرتبط به سازمان ملل توسعه جهانی و توسعه انسانی اعلام کرده برای 3 میلیون نفر چیزی در حدود 12 تا 15 میلیارد دلار هزینه است. تهران ما و ایران ما فلفور آجر در واقع فورس ماژور اضطراری به تعویض زیرساخت‌های آبرسانی نیازمنده. آخرین آمار رسمی رو که من دیدم که به حساب در برنامه دوم، سوم، چهارم، پنجم بوده که ارائه شده به بانک توسعه جهانی 25,000 کیلومتر ما اضطراری احتیاج داریم به تعویض لوله‌گذاری و تمام تأسیسات آبرسانی شهری. 25,000 کیلومتر که خودش حدود 3.5 تا 5 میلیارد دلار هزینه است. ولی آیا امکان پذیر هست این تعویض با آن چیزی که از 1998 سیستم لوله‌گذاری حتی از فلز به پلاستیک های فشرده‌ای که بعضا 99 سال گفته می شود که استاندارد استفاده شدن و مورد استفاده قرار گرفتن لوله‌گذاری هست، آیا این تعویض در حالی که سکنه در واقع زندگی میکنه امکان پذیر هست؟ هزینه ها رو 3 تا 5 برابر بیشتر میکنه، ولی آیا چنین عدد ارقامی رو جمهوری اسلامی هزینه میکند؟ آیا میتوانست جمهوری اسلامی مانع از این فجایع و متلاشی شدن پایتخت و قلب ایران بشه؟ هزار البته یک قلم هزینه‌ای که بعد از 2006 جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل یک قلم پیش پرداخت 400 میلیون دلار بوده که این دیگه اسنادش و مستند هست. 400 میلیون دلار و در واقع آن 42,000 دلاری رو که برای هر خانوار در نظر گرفته جمهوری اسلامی هزینه داد که حسن نصرالله هم گفت آب و آش و بود نبود و لباس و غذا و هر آن چیزی که ما نیاز داشتیم از جمهوری اسلامی میاد دستشون در نکنه. و اونجا حسن نصرالله در یوتیوب اگه سرچ کنین هست، این سخنرانیش به فارسی هم ترجمه شده و به انگلیسی هم هست، زیرنویس انگلیسی. آنجا میگوید که چون وضع ایران خیلی خوب بود. بله وضع ایران خیلی خوب بود با آن نفتی که فروخته شد. شما فقط تصور بفرمایید 900 تا 1100 میلیارد دلار 900 تا 1100 میلیارد دلار 8 سال احمدی نژاد. آیا واقعا احمدی نژاد از بعد از شهرداری که میدانست سیستم تاسیسات زیربنای آب و برق چگونه است نمیتونست مثلا بیاید این تاسیسات رو با 3 تا 5 میلیارد دلار نوسازی، بهینه‌سازی، یه بازسازی هم نه، بیاید از نوع این لوله‌گذاری‌ها رو انجام بده؟ ولی حالا خب فرض محال است همه آن چیزی رو که بخوایم بگیم حتی اگر 70% پلت آب برسد به 34% که مقامات رسمی و دولتی میگویند که 34% از آب از به حساب اولین لحظه لوله‌گذاری به دست مصرف کننده در شهروند تهرانی میرسه. اگر هم حتی لوله‌گذاری بشه آیا سفره‌های زیرزمینی اجازه میدن؟ نه، سفره‌های زیرزمینی اجازه نمیدن. این 500 تا 550 چای عمیقی که چراغ خاموش در واقع مجوز داده شد برای مناطق مختلف تهران هم به آب نرسید و اگر هم به آب رسید سطح آب بعضا 3-5 روز تا یک هفته به حساب تهنشین میشه و به آخرای مخزن میرسه و در نتیجه این لوله‌گذاری‌ها مدام بایستی با لوله‌گذاری‌های جدیدتر که 5 تا 7 تا 12 متر عمقش بیشتر بشه دوباره به آب برسه. یعنی قطره چکانی تمام آن تتمه منابع روی آب و زیر آب در واقع به نقطه صفر بحرانی و فلاکت آبی اسمشو گذاشتن به زبان ترجمه فارسی. آیا می شود برای تهران کاری کرد؟ نه، ولی آن چیزی که قدر مسلم است این انسانهایی رو که زندگی میکنن، حالا شاید افت قیمت مسکن و در واقع تمام مستقلات منقول و غیر منقول هر آن چیزی که سازه است در تهران به 1/3 1/5 بهام برسه، این جماعت و این پایتخت نشینان نیاز دارن که جایی زندگی بکنند که آب باشد. آب یعنی آبادانی، آب یعنی ادامه حیات، آب یعنی ادامه موجودیت یک آبادی هرچند یه دهی باشد مثل ده ونک 273 سال پیش. دریغ و درد افسوس تمام آن پروژه های 17 گانه‌ای که صحبت شد و یا استاندار
امنیتی اطلاعاتی که من بارها گفتم ایشون مسئول مستقیم ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده و ماحصل موجودیتش در آن مسئولیت صفر مطلق بوده. آوردن آب از دریای عمان به اصفهان و اونجا به تهران که نه اقتصادی است، نه امکان پذیر است برای حداقل 3 سال آینده و نه امکان این موجود است و در واقع هزینه آب و چیزی در حدود 55 تا 60 برابر حال می کند برای هر لیتری. یعنی انگار که بشود آب وارد کرد از خارج از کشور. ولی ما می بینیم کشورهای حوزه خلیج فارس، ما می‌بینیم 35 میلیون نفر عربستان که نه تنها آن مقدار عظمتی که از نیروگاه آب شیرین کن در واقع که برق رایگان رو تولید میکنن از خورشید و همزمان با اون آب دریا رو در واقع شیرین میکنن، برای مساحت 1/3 عربستان برای 30 سال آینده به عنوان در واقع عربستان سبز و عربستان دارای جنگل مازاد تولید آب شیرین رو میان به صورت قطره چکانی کشاورزی، نه آن کشاورزی که 88% از آب کل ایران رو مصرف میکنه، نه آن کشاورزی که یک هندوانه رو با 270 تا 320 لیتر آب ما بخوایم تولید کنیم و بعد صادر بکنیم که حتی ترکیه 7 استان خودش رو از تولید هندوانه ممنوع کرده. حتی هتل‌های 4 ستاره و 5 ستاره، هر آن چیزی که در واقع آل اینکلوسیو گفته می شود، یعنی که تمام آن امکانات رایگان غذا و در واقع سرو مهمانی، هر آن چیزی که یک اتاق در ترکیه گرفته میشه از 3 سال پیش هندوانه توش نیست به خاطری که پر مصرف بودن. ترکیه که آب دجله و فرات و حدود 70% از آب کل کشورهای همسایه‌اش رو میدزدد، با همین کلمه من استفاده کنم، میدزدد. فقط 1 سطح ترکیه که در واقع تا بخواد برای 2028 یا 2029 بخواد به ظرفیت کامل آبی برسه 70% از منابع آبی سوریه رو میدزدد و در واقع اون سهمیه رو نمیده و جنگ آب خاورمیانه است. ما در چنین کشوری زندگی میکنیم ولی میبینیم عربستان بنا دارد که 1/3 از پوشش گیاهی رو برای کشور خودش برمقام بیاره از مازاد تولید آب شیرین، به شرطی که آن کشاورزی قطره چکانی با بالاترین تکنولوژی در واقع مدرن روز، نه آن کشاورزی که آب از زیر زمین ها بیاید، نهرها جاری بشود و 80-85% هم به حساب بخار بشود با گرمای بالای 42 درجه و بعد مثلا صنفی کاری داشته باشیم یا مثلا برای گندم به خودکفایی برسیم که من بارها گفتم نه دلخوشی است نه افتخار است از اینکه 300,000 تن ذرت تولید بشود در آمریکای جنوبی، در برزیل، در چندین کشور آمریکای جنوبی، مساوی است با یک کانتینر 7 تنی قطعات الکترونیک آیفونی که تولید میشه. شما فقط تصور کنید کدام صادراتی است که مایه غرور، افتخار و پولآوری است برای مملکت بدونی که آن مملکت ضربات محیط زیستی غیر قابل جبران بخوره. خانه از پای بست ویران است، دریغ و درد افسوس. آیا این ملت میتواند رهایی پیدا کند؟ بارها از من شنیدین خسارت ادامه حیات و موجودی این ایران افغانان، این فرومایگان، این ژاژخواهان، این خردخردان، این تاریک اندیشان هر یک روز بعضا برای اینکه ملت ایران بخواد جبران بکنه 1 ماه 1 سال طول خواهد کشید. سکوت و آن بخش خاکستر نشین، همون بخش خاکستری قدیم که گفته میشه، و عدم ایفای نقش برای مسئولیت اجتماعی سیاسی، حالا میگن که سیاسی هزینه‌اش خیلی بیشتره، این ملت و پایتخت نشینان این بیچارگی و فلاکت رو برای ملت ایران در واقع به وجود آورده. از ماست که بر ماست. آهای ملت ایران بیدار شید، به قول فاطمه سپری. سام منتظری سربداران وطن.